این شاورمای مرغ از بیرون برم بهتره. یک عدد پیاز رو همراه با زردچوبه تفت میدیم. حالا سینه مرغ رو بهش اضافه میکنیم. نمک، فلفل سیاه و قرمز، آویشن و پودر سیرم اضافه میکنیم. فلفل دلمه‌ای رنگیمون هم داخلش میریزیم و در به تابمون رو میبندیم تا فلفلامون نرم بشن. برای مواد میانی جعفری، گوجه، پیاز، آب لیمو ترش و نمک رو با همدیگه مخلوط میکنیم. ترکیب سس مایونز و ماست رو روی نان پیتا میمالیم و بعد با موادمون داخلش رو پر میکنیم. میتونیم دو طرف نونمون رو گریل کنیم. نوش